پادکست اورج پادکست. خوش اومدید به اولین اپیزود از سریال دبوکست. ها؟ خاک تو سرت. سریال دیگه، هر چیزی که چند قسمت باشه رو من بهش میگم سریال. من بهش میگم مجموعه. امیر تو بهش چی میگی؟ والا من باشم میگم سری پادکست. آها این بهتر بود. آره. خوش اومدید به پادکست اولین یاد اپیزود گرفتم. از سری پادکست های بوکست. آها چه جالب. و خب اینجا طبق اسمی که داره، بو از بتلشن آف ویزارد میاد، ویزارد برمیگرده به جادوگر و این داستانا. یه خوشحال پوگوایی این وسط رفتم. اینجا جاییه که جادو و حقیقت به هم میرسن. جادو. چون جادو حقیقت نداره ولی حقیقت داره. امیر داره بهش فکر میکنه. داره آنالیز امیر واقعا داره میکنه. بهش فکر. نه آفرین، پادکست همینه. دو تا آدم که عقل یه سوال دارن و دارم. یه بیشعور میشینن با هم دیگه. نه یه سوال دارم. بپرس. نه اونو میگم یه سوال دارم. او همین دیگه. و خب اینجا اصل داستان اینه که ما خودمونیم، یعنی قرار نیست ببخشید من هیچ خمیازه. اتفاق عجیب ساعت، بله معلومه که با خمیازه بکشه، ساعت 11:30 شبه. 12 ساعت بفرما، سر ادامه بده. کار بودم، اومدم الان نشستم پادکست رکورد میکنم. دیوونه من. ادامه بده. ادامه بده. ما عادی ترین آنورمالای دنیاییم. یعنی فکر کنم بهترین تعریف یعنی واسه چی؟ ما اینه. مثلا اگه الان این آنورمال باشه، این مثلا افراد عادی باشه، ما اینجایی. بله. دهنت سرویس. آره ما نوک دماغ مبینیم الان. امیر همچنان که مثلا با ما تو پادکست حضور داره، یهو مثلا می‌بینی یه هکی هم داره انجام میده اون وسط. آره داره مثلا یه کاری ناسایی یه میکنه، چیز داره. قیافش همینجوریه. آره. قیافش اینجوری که انگار داره یه کار دیگه انجام میده. بعد الان که قیافش خوشحال شد انگار دست برده مثلا دیتابیس رسید، فکر کنم دیگه مثلا قفل دیتابیس رو باز کرد. پسورد ادمینش یه خورده سخته، باز نمیشه، اذیتم. قرمه سبزیه پاس. حاجی آره میخوام پسوردامو 6 تا ستاره بذارم، اینجوری هکر نمیفهمه چرا پسوردام واسش نشون داده نمیشه. اینجوری بود که اومدیم دنبالت که بکشیمت. خلاصه و خب چه خبر امیر؟ والا حقیقتا مهدی خیلی این هفته داغونی داشتم. به منی که عضو باتالیون باشم و هفته داغون داشته باشم نمیخورم همچین اوضاعی، ولی خب گذشت فعلا با این اوصاف. این یه هفته گذشت، بریم تا هفته بعدی ببینیم چه خبره. که حواسش به دوربین ما نیست خیلی خوبه. نه داره ما رو نگاه میکنه، فقط دوربینش پایینه. نه بابا ما رو نمیبینه، توی صفحه دیگه است. لو رفتن؟ اسکول فکر کردم من خرم. این داغون ترین پادکست دنیا. حاجی همینو بذار چیزش، همینو بذار کپشنش. این داغون ترین پادکست دنیاست. خوش اومدید به داغون ترین پادکست دنیا. اولین سری از داغون ترین پادکسته. خوبه. من یه خبر آره. خوب دارم، یه خبر بد. چی؟ خبر خوب اینه که کامپیوتر منو هک کردی، خبر بد اینه که کامپیوتر منو هک کردی. خبری بود ولی خب ندرستش کردم. من فقط حواسم به ظاهرمه، اصلا برام مهم نیست که چه اتفاقی داره میفته. فیوریت فودتون چیه؟ چوسی شدم. غذای مورد علاقتون چوسی شدم. یه دقیقه اجازه بده. عینکم خوب نیست. فیوریت فود. فیوریت غذات عینکه؟
نه کودک. مثلا روزی 8 وعده عینک. آره یه 3 تا گلس میخورم 2 تا فریم میخورم. گلس مال گوشی نبود؟ مزه کاوچو بهتره یا فلزی؟ ببین فلزی خود دیر هضمه ولی خب خوشمزه است. خوشمزه. یه خورده تو دندون اذیت میکنه، زخم میکنه. نه کاوچو اتفاقا فکر کنم راحت الحلقوم تر از فلزیه. آره اگه زیاد تو دندون خورد کاوچو نکنه مال میشکنه. ویگن، مال گیاهخواراست. فلزی مال امیر میت یه خورا. چیز زردی داره کنار تکون میخوره اسم میکنم. نه اون چیزه، اون عرقه. آره آه. چیرز. فکر کردم عرق تا کشمش پکرم نه. کرد. عرق کشمش. برگردیم به حالت فامیل فیزیکی. پلیز don't hurt me is just fun. یعنی یوتیوب کاری ندارم، مورد فامیله. YouTube please fuck me but family this is a joke. پیس فامیل پیس. YouTube please delete this video. My family see this video. Need help. خب بچه ها شنیدم که تو ایران خیلی بهتون خوش میگذره، یعنی مثلا تو امنیت کاملی، همه چی عالیه. من دیروز دانلود کردم. آره به تو گفته ما ایرانیم داداش. من دیروز دانلود کردم. من تو ایالات نبود. متحده دانلود کرج زندگی میکنم حاجی. من دیروز موسیقی میده بالا. به پرشیا کرج کیه؟ من تو جمهوری برو کرج. عراق زندگی میکنم. با پاسپورت رفتیم اونجا یا همینجوری رفته؟ نه به صورت افغانی رفتم. حاجی این خیلی بده. دوباره زد رو بیست دوربینش خط. اصلا نجات پرستینا نیست آقا. نجات پرستانه ترین پادکست فارسی. تامنیل جدید. وای خدا من همش دستم به دماغمه، بلنم دماغ گنده بدیش اینه حاجی. آره حاجی یه دقیقه من نمیتونم با منم برم دیگه، همه رفتن. تو کشوی نگه. نه همون خب. مشکیه. چیه؟ همینه. یو مهدی تا اینجا اومدی یه ترپ هم تا اینجا اومدی بخون برامون. ترپ اسلحه پول گنگ 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 دختر اسلحه پول چی بود؟ نمیدونم. بقیهش به تو نمیخوره. خب واسه تو بخونم جوجه. بچه مزلف درس خون. یا پایین سرمون درد گرفت. حاجی عینک میذارم و دماغه میپره بیرون. فامیل this is joke. چیه این جدا؟ نمیدونم هنوز خودم تستش نکردم. حاجی عینک میذارم دماغه میزنه تو صورتم، اصلا تو دوربینه. برای من تو افسایده. فامیل this is joke. ببین همین که عمو لیوانو تو خونتون دارید یعنی زیاد جوک نیست، بیشتر شبیه تروه. مگه بولین پایتونه؟ نه جک دنیل. کسخل نوشیدنی انرژیزات. بره بلک برد. صدا میره بیرون. از این نداشتیم تهران. اون بعد جدید اومد. جالب ترین چیزی که میتونم بگم اینه که بتلیشن آف ویزارد 1399 عید 99 تو فروردین 26 یا 28 فروردین تولدشه به وجود اومد، ساخته شد.
و یه روند تکاملی رو طی کرد تا پارسال، یعنی حدودا 1 سال پیش همین موقع ها که شاپ و شد. چقدر افراد اومدن و رفتن و برگشتن و خیلی رفتن، خیلی ها برگشتن، خیلی اومدن. ما شاپمون 1051 فکر کنم همین الان ممبر داره. 1151 نمیدونم. و خب این ایده شروع کردن یوتیوب از 3 سال پیش من میخوام این کار رو انجام بدم. هی از رکورد شروعش میکنیم، چیز اصلا. میکنیم. آره از اولش واقعا یوتیوب بود ولی خب خدایی شرایطش نبود. بعد یه روحیه کمالگرایی من فهمیدم توی این موارد دارم، حداقل توی یوتیوب. تو استریم مثلا این داستان رو ندارم، هر انیو استریم میکردم، یعنی فقط در ریدن خودم استریم نذاشته بودم و هر گیمی و هر چیزی رو استریم میکردم و اینجوری بودم که خب اوکی دیگه، من دوست دارم این استریم بشه. ولی یوتیوب رو اینجوری باش نبودم، چون تولید محتوا خیلی چیز سخت‌تریه به نظر من تا استریم و اینا. درسته اونم تولید محتوا ولی خیلی فرق میکنن. و پایه های اصلی بتلیشن الان عموما اینجا این دیگه، یعنی شماها این و 2 نفر الان نیستن که بخوام بهشون اشاره کنم. یکی یوسفه، یکی کسرا. امیر عباس هم هستش، امیر عباس پسر دایمم هستش. 3 تا شد. آره که الان اینجا نیستن این 3 نفر. Shout out to all of Boom member. I love you so much. از یه اینجوری دقیقه این حرکت رو نشون داد، رنگین کمون رد شد احساس کردم. نه این رنگین کم اونی چه خب یه دقیقه وایس رو ببینم. ها فکرم میخوای یه چی دیگر رو دراری. گفتم نه 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 نه. اول یه ادیت فارسی تو خوب اسکلتی. کن بعد این پادکست رو گوش کن. گفتی برام بسته اینترنت میخری. حاجی دستای انگشته همه چقدر بلنده ریدم. چجوری؟ خب حالا اینا تازه انگوشه اشاره است ولی خب مهدی مشکل 2 نیم کره داره. ها چی شد؟ آی خدا اگه توضیح بدم مزه نداره که. خب من نفهمیدم. گفتی که انگشتش بلنده، گفت این تازه انگشتای اشاره است. آها وقتی به هم میرسه دیگه نشونش داد دیگه کامل. دیگه یاد اون یارو موتوریو افتادم، میگفت همونایی که تو کوچه خلوت ادعا میکنن ما اونا رو با انگشت آره. حاجی وایسا اگه نور اینجوری نه بس نه تشخیص چهره رو دیگه تشخیص نمیده، میره سراغ نور. خب آخه ببین آره وایسا حاجی من تو ولی این حالت ببین من خیلی حساب کتاب کردم دیدم بدون سیبیل واقعا قیافم داغونه، یعنی کل صورت من این سیبیله. من یادم رفت قیافه سیبیل تو بدون سیبیل تو. نیدید یه هفته و خورده ای تو این استا فقط مهدی بود بدون یادم رفت یعنی دیدمش اونو یادم رفت بعدش. یه عکس گرفتم از بدون سیبیل چون دیگه میدونم تکرار نمیشه اون کار. من باور نمیکردم ریشمو بزنم تا اینکه رفتم یکی از بانک‌های ایران برای حساب باز کردن، یه حساب جدی، و گفتن که باید بزنی. چرا؟ ما نداشت عکسی که روی کارت ملیمه عکس یه پسریه که اصلا نمیشناسم. بله وای اینو تو سربازی ببیننش سیگاری نمیشه قطعا. چقدر نور زیاده. حالا داستانی به بود قرآن حاجی. میشه بدون سیبیل 15 سالته انگار. بعد الان مثلا ببین الان اون بره که من سیبیل نمو زدم 1 ماه طول کشید تا این سیبیل در بیاد دوباره به همین حالت برسه. 200 تا
200 تا دیت قشنگ میتونستم برم و نرفتم چون با این سیبیل واکنش نمیشد. واکنش صادقانه کوسه. خب نداشت منم این ناحیه مشکل دارم اینجا در نیومده. اوه نه کوسه چه شده. ای بابا ای بابا. خب دیگه بریم اوریج هکر. ای بابا. پادکست که اوریج نداره خود. ببین تو بابا، پادکست صحبت بابا، داری- میکنن چیکار میکنی اون دوست اوریج عزیز، معتاده. عزیز من شما اصول هکری رو بلد نیستی. ببین اولا کلاهو که میذاری سرت اینقدر نه دیگه تا ناموس. خب آه اینقدر. بیا. آره یه ذره تکیه میگیری رو به عقب میای پایینتر که از اینجا با آفرین خوبه با فوکوس باشی. دستات جوری باشه که دیده شه که روی کیبورد. ببین آفرین. کیبوردو بیارم بالا. آره آفرین. انقدر بیا پایین اصلا خوبه. تصویر. امیر برو تو کارش. امیر حالی امیر همونجا وایسا، بمون. وایسا. امیر همونجا بمون. وایسا. امیر برو. امیر دندون نزن امیر. بچه‌ها به نظرم لحاظ روحی احتیاج داریم که این پادکست های فیک بگیریم چون خیلی داره حال میده. مثلا لازم نیست هم آپلود بشه، فقط به اسم پادکست یه همچین چیزی بگیریم. آجی بریم تو من گیم دیگه پایینم بقیه‌شو. درگیره. پارت 2 من همین پایینم پادکست رو بریم تو گیم بگیریم. بریم من حقیقتا اون تایمی که گفتید امیر حواسش نیست یه دست راکت لیگ بردم. من دهنت ریدم. این پارت آره، 1 چیز رو معمولی. میبندیم. ترنسلیت وایسا. نه وایس باید فول اسکرین باشم. وایس خودم الان فول اسکرین که خیلی کرینج این شد. در کل قراره توی حالا این الان سری اول پادکسته و خب هیچ کدوم از ما به طب تجربه پادکست نداریم و قراره کنار هم دیگه یاد بگیریم پادکست درست کردن و هی بهتر بشیم دیگه میدونی. ولی خب بگم پادکست درست کردن علاوه بر ایده تفکر قوی میخواد. یه دقیقه گوشم میگفتم خب ببین مثال بگو برفرض تو الان میخوای در مورد یه موضوعی بحث کنی، مثلا وضعیت جامعه. خب باید 3 تا وجه بشیم. مثلا مبین از دیدگاه یه مثلا شخص موسیقی خب نگاه کنه، من از شخص مثلا آیتی نگاه کنم، تو مثلا از شخص یه فروشنده، یه کسی که مثلا یه وجه کالایی داره ارائه میده. خب مبین منو از لیدر کن. خب از این وای ببخشید دستم خورد. بیا الان چه کنیم؟ بیا من از دیدگاه خب ببین اینو من باهات موافقم ولی خب مثلا مال کیه این داستان؟ برای وقتی که ما بخوایم خیلی چیز جدی بحث کنیم و ببین من عمیقا توی این جمع این قضیه رو میبینم که اگر آقا بخوایم راجع به چیز جدی بحث کنیم هم اوکیه و کششش رو داره چون بارها و بارها بوده که راجع به چیزهای خیلی مثلا عجیب غریب صحبت کردیم و اینجوری بوده که اوکی هممون بحث رو شرکت کردیم و به یه نتیجه رسیده بحث. به نظر من اگر میخواید من خودم به شخص جالب بود برام، اگر میخواید پادکست خوبی تولید کنیم اینجوری هم باشه اینطوره، برید قبل این که شروع کنیم این کارو یه بار فیلم 12 مرد خشمگین رو نگاه کنید بعد بیاید سراغ. میشه این فیلم کار کرد ولی قدیمی ها. خب فیلم قدیمی چیز اکشن و عجیب غریبی هم نداره. همه فیلم کل داستان فیلم توی اتاق قرار اتفاق بیفته، یعنی 12 نفر آدم دور هم نشستن عینه پادکست، تو منتها داری فیلم میبینی.
اونو بشین نگاه کنی قشنگ متوجه میشی که بحث کردن سر یه چیز چجوری میتونه شکل بگیره. حالا جدا از دیدگاه خودتون میتونید اونا رو هم ببینید بهش اضافه کنید. من از موقعی که این فیلمو دیدم همیشه یه اتفاق میفته از 3-4 تا دیدگاه نگاه میکنم. خیلی جالبه. من این فیلمی که گفتی تا حالا ندیدم، ولی توی حل مشکلات هم دقیقا از همین روش استفاده میکنم و اینجوری هم که از دیدگاه همه به قضیه نگاه میکنم و میتونم دلیل خیلی اتفاقا رو بفهمم و مشکل رو حل کنم. ما یه ساعت پیش که داشتیم پادکست میگفتیم همچین غلطایی نمی‌کردیم. الان هم داریم پادکست میگیریم در واقع. آره الان پادکسته و داریم رکوردش میکنیم. پارت 2 میشه. اینا رو چسبیم به هم. یه پارت داریم که همینجوری صحبت کردیم، یه پارت هم حالا تو گیمه. ممکنه شبای دیگه کلا توی گیم باشه، ممکنه شبای دیگه کلا پارت 1 باشه یا ترکیبی باشه. داریم سعی میکنیم. آره میگم قرار واقعا اینجا ما هی بهتر بشیم، هی یاد بگیریم، چیزهای مختلف رو امتحان کنیم و ببینیم چه چیزی بهتره. و موضوع هم اینجوریه که قرار راه خودمون رو پیدا کنیم. قرار نیست مثلا نگاه کنیم آقا فلانی اینجوری کار انجام میده پس ما این کار رو انجام بدیم نتیجه میگیریم. نه، ما مخاطب خودمون رو میخوایم پیدا کنیم. یعنی هدف من به شخص اینه و برام مهم نیستش که مثلا عام چی میگن. مثلا تو ایران چرا اینستاگرام حروم شد؟ سوال بعدی سیوش حروم شد. ببین تو ایران مگه چند نفرن که مثلا راک گوش میدن؟ چند نفرن؟ زیادن فکر میکنی کمن؟ مثال حالا ببین جامعه موسیقی و حالا من دارم مثال میزنم، چند نفرن که مثلا به چه میدونم پاپ کورن با طعم سس خردل مثلا علاقه، چه میدونم یه چیز عجیب غریب. خب میخوام بگم خیلی تعدادشون کمه به چیز عجیب غریب علاقه داشته باشن، ولی هستن. و من نیتم همونه که آقا یا هیچکی با ما حال نمیکنه یا اگه یارو حال کنه دیگه ببین حال کرده. آفرین. من این چیزیه که من خودم اینجوریم. تو داری روی مخاطبای مثلا تعداد مخاطبات خیلی کم کردی الان. خب ببین زیاد میشه ناخودآگاه بعد مدتی. ببین ما راهمون رو پیدا کنیم 99% مسیر موفقیت توی پادکست و یوتیوب رو میتونم بگم. ما نمیدونیم میخوایم چی کار کنیم دقیقاً. خب میگم چرا نمیدونیم آقا؟ اولندش که پادکست قرار نیست یه موضوع داشته باشه. همیشه ما میتونیم یه شیپ کلی داشته باشیم از اینکه ما میخوایم راجع به چی صحبت کنیم. مثلا آقا امروز تمرکزمون رو بذاریم روی اینکه راجع به تولید محتوا صحبت کنیم مثلا. خب تانکس مرسی. مثلا راجع به تولید محتوا صحبت کنیم و حول محور همون موضوع بچرخیم و صحبت کنیم. این میتونه باشه و همین جوریه پادکست، چون قرار نیست مثلا از روی یه متن بخونیم، قراره ترشحات ذهنیمون توی همون لحظه باشه. ببین بعضی بحث ها هست که نیازه اصلیش اینه که بحث خوبی قبلش اتفاق بیفته. مثلا من دارم یه الان آقا در مورد کلید SHA مثلا داستانی که گفتم باید یه شروعی داشته باشه. آره مثلا من میخوام بیام در مورد کلید SHA مثلا 256 صحبت کنم، اولا که شما هیچ دیدگاهی بهش ندارید، نمیدونید اصلا این چی هست، از کجا اومده، چرا اصلا به وجود اومده، چه جوری اصلا محاسبه میشه این. خب آره اگه ببین این میدونید میشه چی؟ میشه بحث تخصصی. ببین ما نمیخوایم ببین حوزه ما یه حوزه تخصصی نیست. خب من میخواستم پلش کنم و نشد. ببین ما حوزه‌مون یه حوزه تخصصی نیست. یعنی الان کسی که بیاد نگاه کنه یه یاروییه که داره با ناهارش احتمالاً یا با شامش میخواد این پادکست رو گوش کنه و اوکی یه سری لحظات فان، یه سری حرفا، بعضی وقتا ممکنه این بحث جدی بشه، داغ بشه، چه میدونم سنگین بشه،
اینا اتفاقاییه که ممکنه بیفته، یعنی این چیزیه که من تو ذهنم بود و من میخوام هر چیزی که اوکی میکنیم، هر چیزی که درست میکنیم دیلی آپلود بشه. چرا؟ چون این کار باعث میشه ما پیشرفت کنیم. آقا تو حساب کن توی 1 ماه دیگه ما 30 تا ویدیو توی چنلمون باشه. بعد 30 تا ویدیو ما آیا که مشکلات اصلیمون من و مهدی اینه که هیچ وقت اصلا شروع هم نمی‌کنیم. آره آفرین. من دقیقا نیتم اینه که این مشکل آقا شروع نکردن اول حل بشه. ما بعد آره. 1 ماه و 30 تا ویدیو اولندش یه تجربه ای داریم از پادکست. اصلا میتونیم اونا رو پرایویت کنیم، چون قطعا قرار نیست تو یه ماه اول اون 30 تا ویدیو حتما یه ویوی بخوره. اصلا مهم ویو فعلا نیست. میگم ما قراره توی 1 ماه اول، یعنی چیزی که تو فکر خود منه، حالا تو این 1 ماه میخواد 30 تا ویدیو بذاریم، میخواد بشه 4 تا ویدیو، اصلا مهم نیست. اون تعداد ویدیویی که بتونیم رکورد کنیم، که میگم بازم نیت من رو دیلیه، یعنی به طور روزانه رکورد کنیم. همین الان امشب رکوردی که انجام دادم و همینو یه ضرب فردا آپلود میکنم، یه ادیت ریز بزنم مثلا آپلودش میکنم و تامنیل و این چیزا رو مثلا مهم نیست فعلا و اونا تو مرحله بعدیه. مگر مبین فردا بخواد تامنیل برسونه بهم تا فردا صبح، مثلا فردا ساعت 2-3 ظهر، میتونی؟ فکر نکنم. صبح مدرسه ای تو؟ نه فردا مگه 4 پنجشنبه است فردا. یه تامنیل بسازی، یه چیزکی درست کن، مهم نیست چی. و بعد اون تعداد ویدیو قطعا ما با یه تجربه و یه درکی رسیدیم از چی؟ از یوتیوب، از پادکست، از مخاطب، از مسیرمون. خب و همه به نظر من همینجوری شروع کردن. یعنی الان ما وقتی میبینیم یکی مثلا شروع کرده، خب اونم آقا یه روزی هیچی بارش نبوده و گفته اوکی بریم ویدیو بذاریم یوتیوب. قطعا همینجوری بوده. من فکر نکنم کسی باشه که از پایه صورت بخواد. از اینکه چی بارش نبوده اینه که در مثلا از مثلا 100 اگر الان رو 100 اون موقع 0 بوده. نه آره اینکه دیگه. کلا هیچی از نه نه یوتیوب نه نه سوال نداره. نه واقعا هستن کسایی که آقا هیچی بارش نبوده طرف. چیز عجیب غریب نیست که طرف اونا یوتیوب به جای نرسیدن. نه من اینو قبول ندارم. ببین بذار من اینو بگم. وقتی من میگم هیچی بارش نبوده، منظورم اینه که آقا میدونسته یوتیوب یه جایی که تو توش ویدیو میذاری، اون ویدیوت بهت پول میده اگر یه ویو خاصی بگیره. این میشه سطحی ترین درک از تولید محتوا تو یوتیوب از نظر من. میگم تولید محتوا، بیننده نه ها، تولید محتوا. درست میگم یا نه؟ نظر شما چیه؟ ببین دیدگاه جالبه در بقیه، خب ولی ما اینجا نیستیم که در مورد اونا فکر کنیم. ما اینجا که بگیم آقا نه نه خب نه 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 ما ببین میخوایم من امتحان ما داریم امتحان میکنیم. من میخوام بگم آقا ما الان نقطه صفریم، خب و از این نقطه صفر میخوام به 100 برسیم. آره. یکی اینجا از جالبیه. چیزایی که دوست دارم اینه که مثلا ملت بیرون بیا ماما عکس بگیرن. حاجی یک بار این اتفاق واسم افتاد. شاید باورتون نشه ولی یکی اومد با هم عکس گرفت. اون تامی که استریم میکردم یه روز بیرون بودم، بعد یارو اومد گفت دایی مهدی تویی؟ گفتم آره. گفت میشه با هم عکس بگیری؟ ببین خیلی حال داد، خیلی حال داد، واقعا حس خوبی بود. خیلی بدم میاد. نه من معروفیت رو دوست دارم. امیر دوست داره شماره 11 باشه. آفرین. امیر گرت بیله. شماره 11 ما به اینوایتت کردم بیا. نه میدونین من کلا معروفیت تو حوزه خودم اول دوست داشتم، بعدم فهمیدم که چقدر مزخرفه. چون تو اولین اشتباهی که بکنی یه جوری تو اون جمع هم روستت میکنن، هم هیتت میکنن، هم بعد اصلا چرت و پرت میگن. مثلا فرض
مهدی الان تو آریل زدن خوبه ولی توپای زمینی رو مثلا مشکل داره جمع کردنش. یه جایی یه نقطه‌ای همه دارن میبینن که اون توپ زمینی رو مثلا لو داد، دیگه اون کارهای دیگه‌شو نگاه نمیکنن که طرف اومده مثلا آریل زده از این سر زمین رفته تو اون سر زمین مثلا چرخونده توپو کرده تو دروازه، اینا نگاه نمیکنن. اونو نگاه میکنن که توپ رو زمین رو نتونست بگیره، مشکل داره. منم به خاطر همین از فیمس شدن تو حوزه خودم بدم اومده، یعنی دوست دارم یه کسی باشم که بگن آره بلده، همین آره بلده، دیگه نگن آره آقا یارو تاپه خیلی خفنه فلان و اینو، نه آقا بلده همین. ام، دیدگاه جالبیه. بفهم. امیدوارم این مشکلی که پیش اومده بود درست شده باشه و اون نویز مسخره رو گرفته باشه، اما برام صدای منو خراب نکرده باشه. در کل میگم این اولین سری پادکسته و ما خب هیچی بلد نیستیم، صرفا داریم تجربه میکنیم، یاد میگیریم و پیشرفت خواهیم کرد. قطعا قرار نیست مثلا همه چیز اینجوری بمونه. و یه چیزی راجع به معروف شدنه، این که ببینم توی حوزه یوتیوب مثلا تو باید معروف بشی، تو باید یه سری خواهان داشته باشی که برای اونا تولید محتوا کنی. میگیری من چی میدونم، میگم؟ من بیشتر حاضرم مثلا توی این ویدیوها به عنوان یه چه میگن مهمانی کسی باشن که پذیراست، یعنی تا اینکه بخوام مثلا فیمس اون قضیه باشن که آره یارو داره میاد توی این ویدیو که اینجوریه، نه من میخوام مثلا بگن آقا خب این یارو تو داره اکیپشون با فلان، هست، اوکی آره اینم تو اکیپشونه. آره اینجوری خیلی برام منطقی تره پس و خیلی بچه هم ها اگه لطفا امیر رو بیرون دیدید باش عکس نگیرید. آره مرسی دستتون درد نکنه. چیزه داریم الکی گل میخوریم ها. من موندم الان موبین عقب بود بعد یهو اومدم فکر کردم خالیه دیگه دروازه، یعنی فکر نه نگاه کردم حواسم نیست به بازی. آه. چیکار داری میکنی؟ پیام میدم. افرج موبین. average موبی. اوریج موبین خوبه، یه آریل تمیز. البته وظیفه بود ولی خب دیگه الان چون وظیفت انجام پادکسته دادی. پادکست گیم، ببین من خودم به نظرم این مورد از پادکست یه چیز جدیده. من واقعا جایی آره ندیدم یکی بیاد همچین کاری انجام خب بده ببین و ایدهش رو دارم میگم ایدهش خوبه، باید یه سری جزئیات بهش اضافه بکنیم که اجراییش خوب بشه. مثل چی؟ خروجیش خوب بشه. همین مثلا داستان دوربین و اینا رو باید اضافه، ایده‌ای که بهت گفتم بعد یه ذره کیفیت پادکست حرف اول رو میزنه. بچه ها دیگه ببین به نظر من الان های کوالیتی ترین حالتت میکروفونامونه. بابا آخه اصلا شما تازه شروع کار آریا کوکسر که دیدی ایشالله. همون من آفرین، من بحثم همینه. ما داریم شروع کار خودمون رو با تموم شده کار یه سری دیگه مقایسه میکنیم از نظرم. باریکلا مثلا ربطی به اون نداره که کوالیتی صدا مثلا 128 بیت باشه نه فلان باشه، ولش کن باید شروع کنی یواش یواش تجهیزات و گوپ و اینجور داستانا. حالا میگم این مورد کمالگرا بودن من الان داره درمان میشه توی این موارد. من آدم کمالگرایی توی زندگیم نیستم ولی توی تولید محتوا به شدت کمالگرا و سختگیرم، نمیدونم چرا. جالب. و ببین تو اینستاگرام هم نه، مثلا ریلز، ببین جونم در میاد که یه ریلز درست کنم واسه پست کردن. موبین میدونه بارها ما آقا ویدیو گرفتیم ادیت کردیم ولی هیچ جا نذاشتیم. ما اصلا یه ولاگ ضبط کردیم کامل، هنوز اون ولاگ رو نتونستیم ادیت کنیم، وگرنه من مطمئنم ولاگ خیلی سطح بالایی بود. اون ولاگ باگش اینه که یه سری ویدیوهاش عمودی یه سریش افقی. من واسه اینستاگرام داشتم میخواستم ادیت، یعنی محتوای ادیت داشتم جمع میکردم
هدف تو ولاگ بود، یعنی اصلا کارمون باگش این بود که البته من تو فکر خرید یه دوربین گوپرو هم چه پاسی دادم. ای واو نمیزدیم از اول رو به جلو زده بودم. خیلی پاس خوبی بود. آره خلاصه یه دقیقه و 7 ثانیه تو دور فکر بود. خرید یه دوربین گوپرو هم من. تو فکر خرید دوربین گوپرو هم. شما فعلا گوشیت خوبه؟ واقعا گوشیم خوبه خدایا شکرت. حاجی خدا بده این شانسا. میدونی که امیر- من آدم خوششانس نیستم. آره تو این آره پس نگو واقعا. خدا بده این شانس. امیر اولین وای، گوشی که پسر. داشتی چی بود؟ همین پوکو ایکس 3 پرو خودم خریده بودمش، یعنی اگه از اون بابت میخوای ببینیم. نه اولین گوشی که داشتی. آره اولین گوشی که داشت سامسونگ ساده از این دکمه بود. حاجی توپ منم رفت تو دروازه. من اولین گوشی تو چی بود مبین اولین گوشیت؟ من اولی تبلت بود. نه گوشی، تبلت نه گوشی. اینقدر سوالم سخته. آده. نه آده داشتم فکر میکردم. آده خداست. آده من اولین گوشیم سونی رکسون بود. What؟ پدر نوستالژی همتون من میشم تو اولین گوشی. حاجی یه سوال، مگه میدلیست استارت نکردی؟ آره خب احتمالاً داره یه چیزی از نتت استفاده میکنه. ما چرا اینجوری میبازیم همش؟ چون که حواسمون به حرف زدنه. نه آخه الان 4-5 و این هرس میده آدمو. خب الان یه دونه دیگه میزنم. امیر میزنه حالا فرقی نداره. وای ببین مثلا اینا آدمو هرس میده. اونو نمیگرفتی 13 تا فوش غیر ناموسی آماده کرده بودم بهت بدم. بزن نمیتونستم بهتر از این بزنم. نمیشد، اینو نمیشد زد. حالا یه سری ایده جالب داریم برای بهتر شدن شرایط پادکست و حتما اینا رو جلوتر اجرا میکنیم. و این بود اولین پادکست ما و واقعا اسمشو میذارم داغون ترین پادکست دنیا، ولی واقعا دوستش داشتم این پادکست رو و مرسی که تا اینجا با ما بودین و تا پادکست بعدی خدایا رو نگهدار.